6 تا ملیله نخ کردم. نخمون رو به پای محکم میکنیم، یه زنجیره میزنیم و 2 ملیله قفل میکنیم. حالا یه زنجیره و 4 ملیله دیگر رو قفل میکنیم. 3 زنجیره میزنیم و از بین ملیله اول و دوم رد میکنیم. دوباره 3 زنجیره دیگه یکی یکی از بین ملیله ها رد میکنیم تا ملیله سوم. از ملیله سوم که رد کردیم دوباره یه زنجیره میزنیم و میریم بین 2 ملیله اول که قفل کردیم وصلش میکنیم. دوباره یه زنجیره دیگه میزنیم و به پایه وصلش میکنیم. 2 پایه میریم جلو، یه زنجیره میزنیم و گل بعدی رو شروع میکنیم. هر بار برای شروع یه زنجیره، 2 ملیله و دوباره یه زنجیره. اینجا یه زنجیره که زدیم به گل قبلش وصلش میکنیم. دوباره یه زنجیره دیگه از بین ملیله ها ردش میکنیم و دوباره 3 زنجیره دیگه. این هم 3 زنجیره آخر از بین ملیله ها رد میکنیم. حالا یه زنجیره و دوباره از بین 2 ملیله آخر هم رد میکنیم، یه زنجیره و دوباره به پایه وصلش میکنیم و میریم جلو و گلبرگ های دیگر رو تا آخر همینجور ادامه میدیم. اگر بافتتون جمع شد و گل رو خراب نشون میداد، فاصله بین پایه ها رو کمتر کنیم و هر گل رو به